سلام دوستان خوبم، به کانال غزل خان خوش اومدید. در این ویدیو یکی از غزلهای متفاوت مولانا رو براتون میخونم. چرا میگم متفاوت؟ به خاطر اینکه مولانا در این غزل داره درباره علاقه زیادی که به موسیقی و به قول خودش علم موسیقی داره صحبت میکنه و حتی در جایی از این غزل میگه که علم موسیقی برای من مانند شهادت هست. شهادت یعنی گواهی دادن به یکتایی خداوند. و داره میگه من هر وقت که موسیقی رو حالا گوش میدم یا مینوازم به یکتایی پروردگار ایمان میارم. خیلی غزل زیبایی هست. حتما این ویدیو رو برای یک دوست علاقه‌مندتون به ادبیات فارسی ارسال کنید و توضیحاتی هم که در انتهای ویدیو در رابطه با اصطلاحاتی که در این غزل اومده میگم حتما گوش کنید. اگر که میتونید لایک ویدیو و سابسکرایب به کانال رو هم ممنون میشم که فراموش نکنید. ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست، وی نای ناله خوش سوزانم آرزوست. در پرده حجاز بگو خوش ترانه ای، من هدهدم صفیر سلیمانم آرزوست. از پرده عراق به عشاق تحفه بر، چون راس و بوسلیک خوش الحانم آرزوست. آغاز کن حسینی زیرا که مایه گفت، کان زیر خرد و زیر بزرگانم آرزوست. در خواب کرده ای ز رهاوی مرا کنون، بیدار کن به زنگله ام کانم آرزوست. این علم موسیقی بر من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. ای عشق عقل را تو پراکنده گوی کن، ای عشق نکته های پریشانم آرزوست. ای باد خوش که از چمن عشق می رسی، بر من گذر که بوی گلستانم آرزوست. در نور یار صورت خوبان همی نمود، دیدار یار و دیدن ایشانم آرزوست. خب همونطوری که بهتون گفتم میخوام یه چند تا نکته درباره کلمات حالا تخصصی که توی این غزل بود بگم. ببینید ما به صورت کلی 12 مقام در موسیقی سنتیمون داریم که من اسم چند تاشونه که توی این غزل بود میگم که بدونید. حالا راست، سفاهان یا سپاهان، بوسلیک، عشاق، زیر بزرگ، زیر کوچک، حجاز، عراق، زنگله یا زنگله، حسینی و رهاوی. میبینید که اکثر، یعنی تمام اینایی که گفتم که اکثر این 12 مقام رو شامل میشد، توی این شعر مولانا بهشون اشاره کرده. یادتون باشه که مقام در موسیقی همون پرده سرود هست. به هر حال اون 3 بیتی که مخصوصا 3 بیت این غزل داره تمام این مقام های موسیقی رو بهشون اشاره میکنه. از اونجایی که میگه از پرده عراق به عشاق تحفه بر، که عراق و عشاق گفتم هر دوتاش از مقام های موسیقیه. چون راست و بوسلیک خوش الحانم آرزوست. خوش الحان که یعنی خوش آواز، خوش صدا. راست و بوسلیک هم که باز از مقام های موسیقی. آغاز کن حسینی. حسینی باز مقام موسیقی بود. زیرا که مایه گفت. مایه هم از آوازهای ششگانه ایرانی هست. از پرده های موسیقی نیست، از آوازهای ششگانه ایرانی هست. بعد میگه کان زیر خرد و زیر بزرگ آنم آرزوست. اینا هم که گفتم مقام های موسیقیه. در خواب کرده ای ز رهاوی مرا کنون. رهاوی باز از مقام های موسیقیه. بیدار کن به زنگله ام کانم آرزوست. یعنی منو با موسیقی رهاوی به خواب کرده، حالا با موسیقی زنگله من رو بیدار کن. حتما برای من نظرتون رو درباره این غزل و این ویدیو در کامنت ها بنویسید. از این که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید ممنونم.